آخری که در افغانستان میگذرد، در آن سوی آمو، در آن کشوری که اکثریتشان برادران و خواهران و همخوانان ما هستند واقع میگذرد، در ذهنم یک صحنه تئاتری را به یاد میآورد و این صحنه از آن صحنه هاست که کشورهای ابرقدرت جهان کارگردانی میکنند، یعنی رژیسور خوب هم هستند ابرقدرت ها و مخصوص همه نیروها را از افغانستان بدر کرده به دست طالبان این مردمی بیچاره را سپردند که و از دور تماشابین شدند که تماشابین شده ایستادند و تماشا دارند که عاقبت این نمایش تئاتری چی می شود و حتما ایشان انتظارند که فاجعه با فاجعه انجام می یابد. این نمایش تئاتری نمایش فاجعه‌ای است، اما همین لحظه گمان و شبهه و نقشه های آنها برباد رفت و یک کسی به صحنه آمد، به صحنه تئاتری آنها که هنوز او هیچگاه هنرنما نبوده است، هیچگاه او در صحنه تجربه نداشته است و این احمدی مسعود است. احمدی مسعود آمد سری صحنه و ناگهان تمامی نقشه هاشون، تئاترشون، نقشه هایی که در تئاترشون باید طرحریزی میکردند برباد داد و صدا بلند کرد که این کشور هنوز آنهایی که غرور دارند، ننگ دارند، ناموس دارند زیادند. و حالا ببینید در یک پنجشیر که در خریطه جهان یک نقطه را میماند و همان نقطه امروز روشن است، تمام سران کشورهای ابرقدرت جهان چشم به همان نقطه دوختند. تنها احمدی مسعود است که علیرغم تمام نیروهای اهریمنی تنها ایستاده است و از دور ایستاده مددی ما چی است؟ مددی ما باز هم سخن است که در گذشته هم درمان بوده است، در این روز هم درمان بوده است، چون تاجیکان 3 درمانی داشتند، یکی سوزنی درمانی، گیاه درمانی و سخن درمانی و خواستیم که با چند شعر از جمله با این شعری که حالا قرائت میکنیم خواستیم که به روحی حداقل شاید این پیام ما تا به مردم پنجشیر هم نرسد شاید، اما کوشش کردیم که حداقل روحیه ملی، روحیه افتخارانگیزی هم ملتون خودمان عقل بلند برداریم و شعر نام دارد شهادت یا که آزادی ملت. این یک رجوع است از نام احمدی مسعود، یعنی سرودی گویا که یک سرودی است، سرودی رزمی احمدی مسعود. هنوزم زنده در روی زمینم، خدا را و رسولش را امینم. تولد گشتم با روح آزاد و هم با عشق ملکی نازنینم. چو شیر در خطر اما سرافراز، نمانندی شغالان در کمینم. گناهم این تاجیک زاده گشتم، نخواهد دشمن تاج زرینم. خدا شاهد که از آغاز تاریخ جفا پرورده چرخی برینم. غم و رنجم برای جاه و زر نیست، برای قسمت ملت غمینم. بسی خونی شهیدان ریخت بس نیست، برای بخت و تخت و حزب و دینم. بجز بازوی خود کو متکای، نه با امید غرب و روس و چینم. زی برخی دوستان دیدم خیانت، بگو حالا زی دشمن ها چی بینم. پدر هر شب به خوابم می دراید، زی تو امید دل بوده همینم. به مانندی کسی بودن نتانم، به زیر سایه کس کی نشینم. گرانگوشان دنیا بشنویدم، که احمد پوری مسعودم چنینم. شهادت یا که آزادی ملت، که ننوشته جز اینها در جبینم.